چرا باران نمی بارد؟ ایرانیان باستان بر این باور بودند که نباریدن باران ریشه در استیلای پلیدی و بدی بر پاکی و روشنایی دارد. در آسمان‌های باستانی ایران زمین، جایی که نور و تاریکی با هم می‌رقصیدند، ایزد تیشتر نگهبان باران و روشنایی بر اسب سپید درخشانش سوار می‌شود. او با زرهی از نور خورشید و شمشیری از قطرات باران رو در روی دیو اپوش ایستاده است. آن اسب سیاه وحشی خشکسالی که با نفسهای داغش زمین را تشنه و بیجان می کند. 3 روز و 3 شب نبردی حماسی در جریان است. بادها زوزه می کشند، ابرها غرش می کنند و تیشتر با تمام نیرو می جنگد. اما دیو قدرتمند است. تیشتر عقب می نشیند، رودها خشک می شوند، گلها پژمرده می گردند و زمین فریاد تشنگی سر می دهد. در این لحظه تاریک تیشتر به اهورامزدا، خدای بزرگ خیر و آفرینش، پناه می برد. اهورا با نوری الهی قدرت تازه‌ای به تیشتر می دهد. تیشتر برمی خیزد، چشمانش برق می زند و در اوج گرما و خشکسالی با ضربه‌ای نهایی دیو را شکست می دهد. باران می بارد. قطره‌های کوچک و ظریف مانند اشک‌های شادی بر گلها و گیاهان می ریزند و آنها را زنده می کنند. این داستان یادآور چرخه طبیعت است، جایی که نور و روشنایی و رستگاری همیشه بر تاریکی و پلیدی غلبه می کنند. هنگامی که بارانهای پاییزی مانند هدیه‌ای از تیشتر زمین را نو و بارور می کرد.